ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتار 11 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. زیب زمستان، برف و زیب بهار، باران نیسان، آفتابکی گرم، سبزه مخملین و گل و سیبرگ است. ولی بعضن برف و باران از حد زیاد بارد، مثل مهمانی خیره به دل می زند. ساکنان دوشنبه امسال برف را مثل مهمان عزیز پزمان شدند. برفم خود را خوار و بیقدر نکرد. 2-3 بار ریخت و ناعیان آب شد. حتی روزهای آفتابی آدمان به کوه و تل و تپه های سرسفید که شهر را نعلوار پیچاندند با مهر نگریسته افسوس آمیز می گفتند: کاش که برف 2-3 هفته می استاد. از دیدارش سیر می شدیم. خمار یخمالک بازی بچه ها هم نشکست. اما 2 هفته باز قریب کسی روی آفتاب را ندیده است. ابرهای غوث سیاه‌تاب مثل سرپوش شهر را پوشاندند و یک زیل باران می‌بارد. چکچک و شیلدراس آب باران که از ناودانهای گوشه عمارت‌ها می‌شارید چون پیشتره شیرین و گوشنواز نیست. آب از جویبارها سر زده به بری راه و گلگشت ها خس و خاشاک، پیشروبه، کاغذ و قطی ها را برآورده حسن شهر را داغدار کرده است. کوچه ها نسبتاً کم آدم، شهر خاموش. تنها صدای حزن‌انگیز نقلات خرد و بزرگ در فضای پر ابر شهر پیوسته طنین می اندازد. گویا ماشین ها هم مثل آدمان گرفتار ضعف دل از این هوای رطوبتناک و تیره شکوه می کنند. سحر و نسروزی و بیگاه ها آدمان چتردار به کار، خانه یا مکتب می شتابند. دریای دوشنبه آنچنان پرآب شده است که مثل درنده زخمین خروشیده و غریده خود را به ساحل ها زده مجرایش را دیگر کردنی می شود. آبی لای آلود و پرکف و بوته و درختان با پنجه سیلاب کنده شده که روی موجها الوانچخوران گاه به کام دریا فرو می روند، گاه مثل کسی غرق شده با تلواسه سر برآورده شاخ و ریشه هایشان را مثل پنجه آدم یک نشان داده سپس ناپدید می شوند، خروش و دهشت دریا را می افزایند. شامگاهان وقتی که همیشه چراغ‌ها در سراسر خیابان فروزان و همه جا ساکت می گردد، غلغله تهدیدآمیز رود صدای یک نواخت باران را پخش کرده به گوش ساکنان ساحل می رسد و به دل کهنسالان واهمه می اندازد. 7 قبط زمین نام کشید. به هر کسی دوچار آمده دلش را می کفاند. موی سفید پاسبان که در دهلیز خوابگاه روی کرسی نشسته خیال آمیز به گلزار می نگریست. مبادا از روی منفرش بیرون قدم مانید تا زانو به لای می غوتید. زمین حلوا گشت.
امسال همه جا را علف پخش می کند. بچه ها شیر و قیماق، گوشت و روغن فراوان می شود. وی برای اطرافیان که قسم خواب آلودانه گپش را گوش کرده راست می ایستادند، قسم ناراضیانه از آسمان چشم نمی کندند، نظر افکنده تنابی سخن را به دیگر طرف کشید. دوشنبه بچه ها مکانی باران است، لیکن این خیل باران در عمرم اکنون دیدم. آسمان غیربال برین سوراخ شده باشد میگویی. آب در دریا نمی غنجده؟ این هم یک آفت بچه ها. خیرت که دولت سایل ها را هر سال محکم می کند. اوه، پیش اگر این خیل می بارید سیل همه جا را می شست. موی سفید کاهلانه به بیرون نگریست. تندباد قطره های باران را به در و دیوارها می زد. شیشه تیریزه ها را می شست. شاخ و نوده های مخچه بسته درختان را با مرام الوانج می داد. بچه ها بین زمستان و بهار کشاکش سخت شده. طبیعت که اینقدر جای تلاشی بکند از آدم چی گیله؟ دنیا همین خیل. یکی می خواهد جای دیگری رو بگیرد، ولی خود هم اما که آدم نمی شود. قهرش آید کمپیر در قوطی می اندازد. ناگاه دختر و پسری از نزد موی سفید شتابان گذشته گریبان بارانیشان را برداشتند. دخترک چتری پرگلش را بالای سر کشاده زیر باران خرامان قدم می نهاد. جوان مثل کسی خونو خورده سر به درون گریبان خسته کلان کلان قدم می پرتافت و آب از زیر توفله های پاشنا بلندش پاش می خورد. در یک لحظه در گوشه های چتر دخترک از آب باران شرشره پیدا شد. موی سفید ریشی کلوته‌اش را پلماسیده دمی از پس آنها نگریست و یک باره فریاد زد. ها گلهای دو قوشه، کجا رفتید؟ دختر و جوان مگر آواز او را نشنیدند یا خود را به کاری زدند که دیگر به قفا ننگریستند. به جبین موی سفید چین افتاد. وی بی دماغ غرغر کرد. این جگر ریخته ها حالا قیمتی سلامتی را نمی دانند. خون جوانی که در جوش است سرما و گرما برایشان یک. در این خیل هوای بد سگ از خانهش نمی براید و آنها آدم مفت کسل می شود. همین پای من. او بانوگ عصا به ساق موزش تپ تپ زد. از بی‌پروایی به تربود گرفتار شد. حاضر سبیل مانده کرخت است. مرده برین. شب تا روز مثل آن که در دهان مار باشد می سوزد و می سوزد. از کثافت این درد دلم هم گاه گاه سیخ می زند. عذاب می دهد. احتیاط زیاد هم فایده ندارد بابا. عاقبت به یگان بیماری گرفتار می شوی و لقمه پرتاف رحمت شاه و افسود. این صغیره بادی هم از جانش سیر شده است که خانه رفته نیست. نگاهی پرخیال موی سفید از سر تا پای مرا پلماسید. در پلک چشم او چون همیشه قطره اشکی لرزان می ایستاد. درست از مرگ جای گریز نیست. هیچ کس تا حال ستون دنیا هم نشده است. لیکن مرگ بی شکنجه بچه ها بخت است. آرامانه گفت او و ریشش را هلال کرده از من پرسید. خانه‌تان در کجاست؟ دور نه، در چارباغ. زن و فرزند داری؟ من به جای جواب خندیدم. حالا بچه است، مسخره‌آمیز گفت رحمت شاه و علاوه کرد. من ایالمند بی‌پروا گشتم و این صغیره قیصر راهکی. تنی صحت به دلت زده است؟ پرسید موی سفید و یک باره آتشین گشت. بی پولی؟ او از کیسه سری سینه‌اش چند سیسومه زرچتاب را برآورده سویم دراز کرد. بگیر، شرم ندار، بعد می دهی. راستش چنان در حالت ناباب ماندم که
یک قدم قفا رفتم. سرخم شدم. پول دارم گفتم. رحمت شاه به شوق خندید. دیگران که تا این دم به دماغ و خواب آلود می نمودند یک بار هوشیار گشته آواز برآوردند. گیر صغیره، از رزق بیگاهی روی نتاب. سوم داشته باشی خرکاوی می روی؟ ریشخند زنان گفت باغبان و پولهای غجیم شده را باز به جیبش نهاد. از من یک نصیحت، شکمت سیر کنو، در خانه گرم و نرم کتاب خوانده بشین. از این فایده میبینی. روز امتحان معلم از شما خانه‌روی و کوچه‌گردی را نمیپرسد. خودم هم دو دیله بودم که دیه روم یا نه. 3 هفته باز خانه نرفتم. بچه‌های عمکم را یاد کردم. بعضن از خمار بازی آنها دلم گم میزند. واقعا هیچ یک شغل مثل بازی با کودکان برای من شیرین و راحت بخش نیست. همین که روی یک انداز دراز میکشم، کودکان به پشت و گردنم سوار شده ذوقنان دست و پاچک میزنند. این عمک خودم گویان چسب و تلاش میکنند. همه چیز از یادم میرود. به شادی آنها شریک میشوم. یک وقت به خود آمده حس میکنم که خستگی جسم و معده‌ام تماما گم شده است. اگر بازی و غوغای ما از حد گذرد، مادرشان با مهر به ما نگریسته ساده دلانه میگوید: گمان میکردم که کودک‌ها تو را پزمان میشوند، لیکن تو از اینها میگذرانی. بوری 2 هفته پی هم خانه نرفتم. عمکم در تشویش افتاده آمد و مرا در خجالت گذاشت. مولا نعیم، این کارت به من نفارید. بعدی پرس و پاس گفت و تشویش کشیدم. 100 خیال از سر آدم می گذرد. هرچند بارها شنیدم که از راه سفر برگشتن خاصیت خوب ندارد، باز دیهروی را موقوف گذاشتم. نامعلوم از دیگران به دالان خوابگاه گذشته، از پیرزنی نوبدار که جوراب می بافت کلید را گرفته خانه آمدم. کتابدان را درون جیوان نهادم و لباسهایم را برآورده بالای کت دراز کشیدم. در خانه کسی نبود. رحیم بیگ همراه قیس و سهراب باکس شکار رفته است. او وقتهای آخر روز و شب یکشنبه را با قیس می‌گذراند. از چند خانه صدای بلندی مگنیتوفون به گوش می‌رسد. بین بچه‌ها یک بحث و تلاش نهانی است. مگنیتوفون و شیمی کی نو، نقص، پوشنه توفلی کی بلند، کی بیشتر کرته کنوپکه دارد. دختران هم به بچه‌ها از روی همین صفت‌ها بها می‌دهند، مناسبت می‌کنند. تو مگنیتوفون نداری؟ جنسات یا کنوپشنی نیستی، لیکن اسم دلبزن مگنیتوفون. در خوابگاه هم معنی آدم را آزار می‌دهد، در کوچه هم، در ترلیبوس و اتوبوس هم. کتابخوانی به گفته استاد حکیمی 2 درجه شده است. حتی باری به کتابخانه فردوسی نیز یک ساده لوحش مگنیتوفون آورد. به او ایراد گرفتند. قهرش آمد. قفامانده ها، غرونگاه زدو، کارتان چی؟ من آدمی آزاد، هر خیلی که خواهم میگردم. آزادیت از سرت ماند، داد میزند یک جوانی پهلوان نما. گم شو حشرات، آزادیت به ما خلل میرساند. دلم از اندیشه ها تنگ شد. سرشان و روغنشان خود را تسلا بخشیدم. غمشان را پدر و مادرشان خورند. یا سخنهای بابای زنبور تأثیر کردند. نه، شاید اثری از راه سفر برگشته هم باشد. مبادا پگاه عمکم سرگردان شده بیاید؟ پرسیدم از خود و در حال جواب یافتم. نه، در این خیل هوای بد او به جایی نمی رود. هوای ابر و بارانی دل او را تنگ، طبعش را خیره می کند. نگاه هم به دیوارهای خانه برخورد. همه جا پوری صورت. آنها به من چشم دوختند، یکی خندان،
دیگری جدی، یکی بادی، دیگری آرام. بیشترش صورت رحیم بیک و قیس هر روز با سر و لباس رنگارنگ در شفت ماشین پسی رول ایستاده صورت میگیرند. آنها بینشان دخترها هم هستند. خوب بابت کردم. رحمتشاه مرا به خود آورد. بابای زنبور امکت نمی شود. چنان نیش می زند که روحت را گم می کنی. او صدقاً خندید. در دنیا از این مرد آدمی سخی را ندیدم. گویا همه پسرش باشد. در حال پول می برارد. یگان مراتبه خودت از او پول گرفته ای؟ 10 بار. باور نمی کنی؟ رحمتشاه کنجکاوانه برایم نگریست. در دفتر خاطره همه‌اش را نوشتم. او دفتر کیسگیش را برآورده پیش من پرتافت. با چشمی خودت خوان. در صفحه اول دفتر روز، ماه و حتی ساعت هم ثبت شده بود. امروز بابای زنبور، البته زنبوری اصل، باز به من 5 سوم داد تا ماهانه میرسد. پولهایش را برگرداندی؟ پرسیدم. ها، لیکن نگرفت. گفتم که این موسفید آدمی عجیب است. میگوید که صغیره بعد ختم دانشگاه 1 عمر قرض مرا میدهی. رحمتشاه قاه خندید. تو چی جواب دادی؟ گفتم که مقصد همین باشد. تا شما هستید تمامش نمی کنم. و دفترش را به کیسه نهاده علاوه کرد. بابای زنبور از اولاد حاتم است. پروای پول ندارد. البته حساب را یگان روز برابر می کنم. به نزدیکی 65 ساله می شود. برایش مادرم 1 جامعه بی قصبی عالی جناب می دوزد. آدمی خاموش ماند. خیال‌آمیز کاستومش را برآورده جامه پوشید و افسود. آشنا، برای این خیل آدم‌های نیک همه چیز می ارزد. رحمتشاه چند قدم طرفی در نهاد، از دستک داشت ولی برگشته عذرآمیز گفت: خفه نشو. موسفید به فایده خودت گپ زد. پگاه هوا نقص شود با هم خانه عمکت می رویم. در تلویزور فیلم نقص نمایش می دهند. اگر دیدن خواهی بیا. چی جوی خفه شدن؟ رفتن نمی گریزد. گفتم و کمپل را به سرم کشیدم که بخوابم. نه، خواب به چشمم میهمان نشد، بلکه رفته رفته فکر و خیالم به سر موسفید قرار گرفت. اصلا من به بابای زنبور چندان مناسبت نزدیک ندارم. هنگامی به درس رفتن یا از درس برگشتن، اگر سری راه یا بین گلزار باشد سلامش می دهم. وی ظاهرا سر نبرداشته به سلام من علیک می گیرد. در معامله نیز گاه حلیم گاه درشت است. از یک گپی عادی نیز مثل خس آتش می گیرد. اما غضب وی به نظر عجیب می نماید. اول چنان می خندد که گمان می کنید سخنتان معقول شده است. نه، دقیقه نگذشته ریشی سفیدش را هلال کشان یک باره وجاهتش جدی می گردد و دلش را می کفاند. این را از زبان دیگرها بسیار شنیدم، لیک باره با چشم خودم هم دیدم. بیگاهی همراه رحیم بیگ از سیاحت برگشتم. از دریچه دروازه 2 طبقه گذشتن زمان چشممون به بابای زنبور افتاد که با 2-3 موسفید دیگر بالای کد نشسته صحبت گرمی داشتند. با آنها سلام داده گذشتیم. ناگاه رحیم بیگ: انا راحت جان اینجا بوده است، گفت و جانب موسفیدان شتافت. و بیگان استحاله و پرسش کدوچه نقرکوب را از روی گریم برداشته با فرصت به کف دستش ناس ریخت و به تگی زبان پرتافت. موسفیدان با گوشه چشم به او نگریستند و استهزا آمیز تبسم کردند. کیف این زورمانده گنده عقل آدم می دزدد. لقمه پرتافت یکی. رحیم بیگ به این پچینگ موسفید اعتبار نداده کف ناس آلودش را به لب دامن پاک کنان پس گشتنی بود که بابای زنبور آواز برآورد: ها پسر، یک دمیست؟ رحیم بیگ
پکرنما به قفا برگشت. بنگی و هنگی برابر است میگویند. نپرسی هم باکی نی، لیکن رحمت گفتن فراموش نکن پسر، اینها باید میشوند. نوشکش اینها و شما دلتنگی میکنید، گفت رحیم بیگ و هوا بلندانه افسود. حاضر یک شیشه نوش آورده؟ اولی همت بوده ای پسر، گفت بابای زنبور و بلند خندید. تو از کجایی؟ کپک هلال نام دیه را در عمرتان شنیده اید؟ ناسی دهانش را پرتافته دو دست به میان پرسید رحیم بیگ. بیشتر روی زمین است آنجا. برای ناس پرسش و کوشش نیست. کیف ناس رسوا کردید. شنیدم با خنده جواب داد بابای زنبور و پیشانیش را پلماسیده اندیشمند گفت. از دیه شما کمالوف گفتنی یک بچه میخوند. هست. چیکار میکنند؟ آدم کلان، مدیر شعبه معارف است. دل و بیدلان پاسخ داد رحیم بیگ. نخواد. بابای زنبور مثل کودکی که بعد آزار و گریه کسی به وی شیرینی داده باشد شاد گشت. او به پهلوچوبی کد تکیه کرده با افتخار به همسالانش چشم دواند. بچه حلال که بود سبزیده است نقص. حلالت را یافتی؟ با کراهت غرونگید رحیم بیگ. امروز یا پگاه لینگش از آسمان می آید. تیز قلم ها کم نیستند. من به دوی هوای به دانشگاه در آمدم. نخواد. موسفید خنده کوتاهی کرد، لیکن در آوازش این دفعه رنجش و حیرت با هم آمیزش یافت. وزین شو پسر، 1 سال نخوانده الک اندیشه وظیفه تلاشی میکنی؟ حسودان به جایی نمی رسند. رحیم بیگ دست افشانده از نزد آنها دور شد و خود به خود غورید. پکنه هوای از دیرکتوری آزاد کرد. مرد بچه زنده باشد پس از 100 سال هم نقارش را میگیرد. بعد این گفتگو بابای زنبور رحیم بیگ را مدیر نام گرفت. عجیب آن است که در دانشگاه از بعضی آموزگاران خسکی بچه ها بیشتر به بابای زنبور اخلاص دارند. او را حرمت و احترام میکنند، درباره‌اش گپ میزنند، حتی از وی ایبا دارند. لیکن یک خصلتش به من نفورید. همین که بار اول با وی هم صحبت شوید در حال زادگاهتان را میپرسد. شما پسر از کدام وادی؟ منطقه، ناحیه یا دیه؟ کنجکاوی موسفید بیشوبه نه به هر کس میفورد. واقعا این سوال سالهای آخر نهایت دلبزن، گوشخراش، غش آور شده است، مخصوصا هنگام امتحان قبول به دانشکده های عالی. شاید این برای آن باشد که از پرسش بوی غلیظ محل پرستی به دماغ می رسد و طبع آدم را خیره می کند. آخر هنگام امتحان بعضی استادان پیش از آن که دانش و سواد را سنجند با یک سوال عادی شما از کجا در دل کس تخم شبهه ناامیدی می کارند. وقتی به کار در آمدن چی؟ البته چنین طایفه های کردیل و تنگ نظر که پیشرفت خلق و جمعیت حتی منفعت ملت را هم زیر پا می نهند، با یک گپ چرکین و معامله درشت آرزو و آمال اعتقاد جوانان را پایمال می کنند. برای آنها تنها دیه خودشان، محل خودشان وجود دارد و بس. اینها زیاد نیستند، ولی مثل گاو ریخین کثافتشان به دیگرها می رسد. صحبت من و موسفید بین گلزار تیز و تون به وقوع پیوسته بود. بیگاه از نسیم کتابی را گرفتنی شدم. او را در خوابگاهش نیافتم. گفتند که نزد پدرخواندش بابای زنبور رفته است. با اونجا شتافتم. آنها با 2 کارت نوده گلهای صدبرگ را می بریدند. واقعا نسیم مدام همراه موسفید زمین پابیل می کند یا گلزار را آب می دهد. این کارها یک واسطه دمگیری اوست. مانده نباشد. موسفید از کارش دست نکشیده
کم نباش پسر، گفت. نسیم قامتش را برداشته موی پریشان پیشانیش را درست کرده سوال آمیز به من نگریست. چرا شاخ گلها را می برید؟ پرسیدم. برای آن که پسر، شما تا زمستان باز یک مراتب دیگر از روی بوی گل بهره برید. آهنگ سخن موی سفید افتخاری داشت. شما از کجا پسر؟ راستش آن لحظه رنگ روی من پرید. آخر من همین سوال را از کی کم بد می بینم. همین موی سفید هم به درد هرینه محل گرفتار بوده است، گفتم در دل و نگاهم را از روی نسیم برکندم. خواستم کتاب را پرسم و تیز برگردم، اما از بین صدای پیوسته خضره و نوده گلهای صدبرگ را بریدن دو کارد باز آواز موی سفید به گوشم رسید. پسر، تو از کجا؟ خودم را دیگر داشته نتوانستم و مثل پفک یک باره کفیدم. از روی زمین بابا، از تاجیکستان. شما از برنامه تازه انگارها گفتار 11 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، صدابردار امام علی زیایف، کارگردان برنای نظام. تنصیحت و خانه آباد باشید.